در جمهوری تاجیکستان جهت رشد ساحه معارف، بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیه، هوسمندی آموزگاران و کارمندان ساحه تدبیرهای مشخص اندیشیده شده، در این روند آزمونهای مختلف بین خوانندگان و آموزگاران گذرانیده می شود. همه ساله تشکیل و برگزاری آزمون جمهوری آموزگاری سال و مربی سال از زمره اقدامات در این سمت می باشد. از سنه 10 سپتامبر دوام 4 روز در ولایت سوخت آزمون جمهوری آموزگاری سال تاجیکستان 2025 برگزار گردید. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 شهر خوجند مراسم جنبست دور ولایتی آزمون جمهوری آموزگاری سال تاجیکستان 2025 گزارنده شد. در چاره‌بینی معاون رئیس ولایت سوخت و راهبریت ریاست معارف ولایت اشتراک نمودند. آزمون با اشتراک 15 نفر آموزگاران با استعداد از شهر و ناحیه‌های ولایت صورت گرفت. در فعالیت کاری به بسیار دستاوردها نایل گشتیم. از قبیل خواننده‌های ما در دوره‌های شهری ولایتی و از جمهوری آزمون‌های برنامه‌سازان جوان و علم فراغ معرفت از قبیل المپیادهای فنی سزاوار جایهای نمایان را گشتند. خوشبختانه کمینه نیز در دور شهری آزمون آموزگار سال جای اول را به خود کسب کردم. امید بر آن دارم که در دور ولایتی نیز به خود یک جای افتخاری را کسب کرده باشم. شرطهای اساسی آن از برگزاری درس‌های نمونوی از روی اختصاص، معرفی تجربه کاری، تحلیل درس، ساعت تربیوی و مجلس پدر و مادران، اینچنین سنجش دانش حقوقی و مهارت کار با کامپیوتر عبارت بودند. آزمون آموزگاری سال تاجیکستان همه ساله با مقصد بهتر به راه ماندن فعالیت ایجادی آموزگاران، تکمیل دادن روند تحصیلات، دریافت و هوسمندگردانی آموزگاران ایجادکار، رشد کسبی آموزگاران، دستگیری و جاری نمودن تکنولوژی‌های نو در روند آموزش، معین نمودن سمت‌های افضلیتناک تحصیلات در ساحه، اینچنین دریافت کادرهای با استعداد و به وجود آوردن مخزن کادری گذرانیده می‌شود. هدف از برگزاری آزمون آموزگاری سال تاجیکستان این پیش از همه با مقصد به راه ماندن فعالیت ایجادی آموزگاران، تکمیل دادن روند تحصیلات، پهن نمودن تجربه پیشقدمی آموزگاران و همچنین بلند برداشتن مقام آموزگاران در جامعه می باشد. باید یادآور شد که در آزمون مذکور از شهر و ناحیه ولایت 15 نفر آموزگاران پیشقدم اشتراک نموده. به دور جنبستی آزمون 5 نفر آموزگاران از شهر و ناحیه خوجند، استرافشان، بستان، ناحیه اشت و شهر کانیبادام امروز اشتراک می نمایند. در مرحله گوناگون داوطلبان ملکه کسبی، تجربه بای و ایجادکاری خود را نشان دادند. نهایت پس از بهاگذاری هیئت حکمان 5 نفر داوطلب بهترین و مرحله نهایی راه یافتند. در قوا آزمایی نهایی تیمیروف خوشروز آموزگاری مؤسسه دولتی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایاقت در شهر بوستان با خالهای بلند پیروز گردیده جای اول را به دست آورد. در فرجام غالمان با دیپلم و تحفه‌های خاطروی قدردانی کرده شدند. طی یک هفته اخیر ما از روی 7 شرط مقرر گردیده طبق نظامنامه آموزگاری سال، درس‌های تربیوی، درس سنجش اشتراک به درس، دانش کامپیوتری، سوالجواب سندی بیروقی را از خود نمودیم و دانش مهارت ملکه خود را معرفی کرده نشان دادیم و در نتیجه جنبست آزمون مذکور بنده سزاوار جای اول گردیدم. من مینداری خود را پیش هستم به اساسگذار اصول وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امان الرحمن میرسانم، زیرا برای ما آموزگاران و برای پیشروی ساحه معارف چنین دستگیری و غمخواری آزمون‌های گوناگون، جایزه‌های گوناگون را پیشنهاد کردند. غالب دوره ولایتی در دوره جمهوری آزمون ولایت سوخت را معرفی می نماید.